پند گیر از حرف قرآن کریم تا شوی آگه ز اسرار عظیم. لیس للانسان الا ما سعی، همت و جهد تو باشد مرحبا. قادر مطلق فقط ذات احد، هم نصیر است و علیم است و صمد. هست قرآن حالهای انبیا، گفت مولانا به معنی این را. مژده ای داد حافظ شیرین سخن، معرفت از دولت قرآن چمن. مغز قرآن در وجود عارفان، در پی آن استخوان باشند سگان. معنی قرآن بجوی در مثنوی، سر پر اسرار باشد مولوی. از شریعت تا حقیقت بود مست، نوش کرد پیمانه از جام الست. شمس آن خورشید تابان مراد، شد مرید آن دم نیکو نهاد. عشق باشد نردبان پرواز را، شه کلیدی ست حلقه هر راز را. عشق دید و عشق دید و عشق دید، صید جم عاشقان راشد مرید.